در عرض 15 دقیقه پیتزای رولی ترد و خوشمزه درست کن. میدونستی 2 مدل خمیر هزار لای آماده داریم؟ یکیش برای شیرینیه، یکیش برای شورینیه، یعنی برای غذاست. اون که برای غذاست رو میذاریم بیرون یخش باز بشه و سطح کار پهنش میکنیم، سس کچاپ میزنیم، پنیر پیتزا و مواد پیتزای دلخواه، میتونه مواد گوشتی و مرغ و قارچ هم باشه. من ژامبون، پنیر ورقه گودا، فلفل دلمه‌ای و آبیشن استفاده کردم. محکم رولش کردم، برش میزنیم، داخل سینی پیتزا میذاریمش و رومال زرده تخم مرغ میزنیم. فر یا توستر یا حتی سرخ‌کن بدون روغن رو بذارید داغ بشه، اینو داخلش بذارید و بعد از 15 دقیقه تحویلش بگیرید. نوش جان.